والدان فیروز خالمرادزاده مفتش بازداشت شده آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا ادعا دارند که پسری آنها در روزهای اول بازداشتش به خاطر اعتراف گناه گویا شکنجه شده است. صحبت ما با پدر و مادر خالمرادزاده روز 9 ایون در منزل آنها به شرط صورت گرفت که نامشان را آشکار نکنیم و از آنها عکس نگیریم. والدان فیروز خالمرادزاده گفتند پسرشان در رابطه با بیانات یک زن طلافروش که از او بهرنیسا نام برده می شود مورد زورآوری قرار گرفته است. این زن شاهدی داده است که فیروز خالمرادزاده در عوض رهایی او از بازداشت طلا طلب کرده بود. مقامات این اطلاع را تا حال رسما تصدیق یا تکذیب نکردند. والدان فیروز خالمرادزاده از کارمندان سابق وزارت امور داخلی بوده در مدت 2 ماه بازداشت با پسرشان دیدار نداشتند. به گفته آنها حالا از حق فیروز خالمرادزاده 2 وکیل دفاع حمایت می‌کنند و انتظار می‌رود که به زودی پرونده پسرشان برای بررسی به دادگاه ارسال شود. در حال حاضر تفتیشات به پرسش شاهدان مشغول بوده است. آنها گفتند شاید به خاطر همین است که تا امروز اجازه ملاقات با فرزندشان را دریافت نکردند و همه خبر را از طریق وکیلان مدافع دریافت می‌کنند. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیشات گفت که وضع سلامتی فیروز خالمرادزاده وزنی شده برای طبابت از سیزا به بیمارخانه یا قسم طبی بازداشتگاه انتقال یافته است. او روز 9 ایون به رادیو آزادی گفت فیروز خالمرادزاده پس از دچار سکته قلب شدن به خود نآمده است و او را روز 7 ایون از بازداشتگاه موقتی به قسم طبی بازداشتگاه که شرایط بیمارخانه را دارد فرستادند. منبع گفت فیروز خالمرادزاده از حالت به حمله وهم گرفتار است. حالا در قسم طبی طبابت می شود و شرایط قسم طبی از سیزا فرق می کند. تا زمانی آرام شدن در همینجا خواهد ماند، افزود همصحبت ما. فیروز خالمرادزاده اول ماه می 2 بار دچار سکته قلبی شده است. والدان او گفتند هر هفته برای فرزندشان غذا میبرند و از داخل کاغذ میگیرند که غذاها را گرفته است، ولی درباره سلامتی فیروز مقامات بازداشتگاه هیچ خبری نمیدهند. فیروز خالمرادزاده مفتش کلان آژانسی به قلابی به سوء استفاده از مقام متهم می شود.